با درود. مراسم 13 به در هر سال خب این سنت ما ایرانی هست و همیشه ما به بهترین نحو ممکن برگزارش میکنیم. یکی از 13 به درهای در غربت رو میخوام براتون پخش کنم. خب اونایی که تو لس آنجلس هستن آشنایی دارن، ولی خب ایرانیای مقیم کالیفرنیای جنوبی معمولا یکی دو تا پارک بود که همیشه برای مراسم 13 به در اونجا میرفتن و ما گزارش تهیه میکردیم. میخوام توجهتون رو به یکی از این برنامه ها توی چله زمستون براتون پخش کنم. خالی از لطف نیست، نگاه کنیم. تشریف بریم به این زودی؟ چرا؟ روز خیلی خوب بود، خیلی خوش گذشت. چون که سال به خوبی خوشی. تو به خاطر اینکه کم داره بارون میگیره داریم میرین یا یکی دیگه ندیگه؟ دیگه سرد شده برای بچه‌ها، خیلی سرد شده. همه سال میرین پارک؟ اولین ساله ولی واقعا عالی بود. سالهای قبل کجا داشت می‌بودید؟ خونه، هتل منزل. بچه‌هامون خیلی کوچیک بودن اون موقع. خب ماشاءالله. این پسرتونه؟ نه. اون یکی. این کوچولو. این سال اولشه. اولین سالی که 13 به در بود. هلو. بای بای کو بای بای. بای بای. خوش بگذره. بفرمایید. Thank you, have fun. مرسی نوش جان. اولین باره به این پارک میام؟ بله. قبلا کدوم پارک میرفتید؟ ایرواین رفتیم. کدوم بیشتر بهتون خوش میگذره؟ حالا فعلا اینجا تازه اومدیم. هنوز کاری شروع نکردیم. با هوا چطوری؟ هوا خوبه. سرد نیست؟ نه خوبه، سرده ولی خوبه، میچسبه. آشرشته رو میل کردیم آره؟ نه آشرشته نیاوردیم. خانم سلام. حال شما؟ سلام حال شما خانم. تنها نشستین اینجا؟ بله رفتن سجانا بگردن. کجا؟ بگردن فامیلا رو پیدا کن. شما چند سال در امریکا داشت برید؟ در امریکا چند سال هستید؟ من 15 سال بعد. همین ساله میایید 13 بدن؟ بله. امسال سال اولی اومدین این پارک تازه نو؟ بله بله. قبلا کدوم پارک داشتین؟ ایروان. ایروان. کدومش بهتره؟ این بهتره. اینجا بهتره. خوش بگذره خانم. آقا قدیم داری عوض کنی؟ بله. برای کی؟ بابا. بابا کجا بابا؟ بابا همون پایین است. بعد آب میگم سشون. خیلی. شازده قشنگی به مثل
آقای رفتی سلام. قربون برم سلام میکنم. کم پیدایی نیستی آقا؟ همیشه همه جا هستم. خود بخته همه جا هست. خیلی خوب. سیزده بدن خوش میگذره. بسیار عالیه. دست همتون درد نکنید. زنده باد. مخصوصا شما که خیلی زحمت می‌کشید. شما همسر ایشون هستید؟ بله بله. شما از میدان بهارستان. چه کار کردم آقای نه. او از اون موقع با ایشون ازدواج کردی؟ پیش از بهارستان. پیش از بهارستان. با هوای امروز چطوری سیزده بدن؟ خوبه اتفاقا خیلی خوبه بله. سردتون نیست؟ نه خیلی. خیلی خوب. انشالله باز هم به پای هم دیگه پیر بشیم. بله ما 50 سالگی ازدواجمون رو جشن بگیریم. 2 سال دیگه مونده. دعوت کنیم. بله حتما. برنامه‌تون خیلی عالی. لطف داریم. از الان داریم خانم به این بچه رو یاد بدیم. داری بازارگردی می‌کنی و قصه برم. شما خوبی؟ خوش میگذره؟ خیلی وقتتون نوبتم. با بارون چی کار میکنی؟ اصلا به حلش نکنید که خودی میشه. انشالله که سال خوبی برای همه باشه. انشالله همچنین برای شما. شما چی میفهمیدین؟ سال خوب و پربرکتی باشه برای همه. خیلی واقعا روز بسیار خوبیه. همچون روزی رو خیلی کمتر ما دیدیم. چند سال در اینجا داشت بریم؟ ما اینجا تقریبا 11 سال اینجا هستیم. همین سال داشت بریم بیرون؟ هر سال اومدیم. خوش انشالله بگذره. که سال پربرکت و خیلی خوبی باشه. سال آینده در ایران هم دیگه سال خوبی همین. باشی، سلامتی و موفقیت. من راستی آقایون کجا هستن؟ سال نو مبارک باشه. سال همه ایرانی‌ها شما آقایون کجا خانم؟ خوابم خونه نمیاد. سال نو مبارک. سال نو مبارک. سال شما هم مبارک باشه. خوش بهتون میگذره. عالی عالی. برفم با هم نشستی. برفم با هم نشستی. یعنی با این بارون اصلا اهمیتی اصلا نمیده. ما نشستیم همینجوری. من بارون اگه نشستم شوهر چی گفتی؟ نه چی گفت؟ یه برفم یه مگه نشستم تو شوهر میخوام. خانم تو معرفی کنی. بینا با جلوتر خیلی عالی بود. خیلی عالی بود. سبزه گرون آزادی؟ زبزم گره من 2 تا کاسه سبزه گره زدم. It's not working. پس برفم بیاد شما میشینید تا شوهر گیرتون بیاد. آره. خیالتون جمع باشه. انتقاد داریم واقعا؟ نمیدونم همانقدر که خوشحالم میکنه یه سال به امیدش هستم دیگه. یه بار دیگه میتونم خواهش کنم؟ خوشحالم میکنه. حالا یه بار دیگه میتونم خواهش کنم ساعت داره گره بزنی؟ حتما. حالا من ببینید همین جمعیت
این رسومات ایرانیه دیگه. ما هم از بچگی شنیدیم و بهش هم اعتقاد پیدا کردیم. شما چند ساله در امریکا هستید؟ من 2 ساله. 2 ساله. تو ایران هم سبزی گره می‌زنید؟ بله. پس هنوز اون اتفاق مورد نظر پیش نیومده نه؟ چرا شوهر دست گل دارم. این بزرگترین. پس این سبزی رو برای چی گرفت؟ بله شوهر دست گلش ما اسم اینجا. خب این سبزی رو برای چی گرفت زدی شما؟ بالاخره هر کسی خوشومی میشه من صحبت کنم؟ چرا که نه؟ خیلی ممنون. عید همه مورد سبز که بزنم. بیا خانم شما یه سبزی گره بزنید. داشتم شوخی می‌کردم. اعتقادی شما داریم برای سبزی عید گره؟ همه مبارک. نه جدا شما برای این سبزی گره زدن اعتقادی داریم؟ نه. شما چند سال ازدواج کردید؟ من 10 ساله. چگونه با همسرتون آشنا شدید؟ از قبل با هم دوست بودیم. از مجریان برنامه تشکر دارم. عید شما مبارک. سال خوبی داشته باشید. بگو خجالت نمی‌کشی تلویزیون بگو. شما چند سال ازدواج کردید؟ من خیلی وقت. مثلا خیلی شاد. از من بپرسید آقا. شما همسر گرامی شناسی؟ شما همسر گرامی شناسی؟ بله قربان. چند سال شما ازدواج کردید؟ از ایشون بپرسید. والا طبق اونه که ما میدونیم 21 ساله. حالا 21 سال ازدواج. 21 ساله. شما واقعا اعتقاد دارید که سبز گره زدن برای ازدواج؟ آقا دیگه از ما گذشت. میگم اون موقع 21 سال قبل این کاری کردید شما؟ ما اعتقاد داشتیم. اینا درخت گره زدن به اینجا رسیدن با سبز کارشون کار نشده قربون درخت گره زدن. شما کجا می‌بینید خانم؟ اون موقع ما با هم دوست بودیم تو یه منطقه درخت‌ها رو با هم گره می‌زدیم. ایشون تپه رو گله زدن. یه مازندران رو با هم گره زدن. شما از اون فامیل‌های دوست هستین به هم دیگه. همین شما جواب بده. من جوابمو دادم. این یه بله گرده حالا 21 ساله میکشه. به خدا من دوران دبیرستان این قیافه نبود. خیلی بهتر. حالا اینجوری شده. شما داری میبازی ها. اصلا شما این تو فیلم دارید. شما داری میبازی. ما بردیم آقا. دو سه تا چی به شما مطلق رو گفت. آقا دیگه چی داری برای گفتن؟ حالا نوبت شما. ما گفتیم آقا. به هم خوش بگذاره. قربون تو. دختر من یه معلم امریکایی داشت کلاس اول که بود. بعد تعریف کن چی شد واسه عید نوروز سبزه بردیم تو کلاسه. معلمم سبزه رو گره کرد انداخت تو سبزه رو گره کرد؟ آره. بعد چیکار کرد اومد؟ انداخت تو آب و یه سال بعدش ازدواج کرد. آفرین.
پس تو هم این کارو بکن. معلمت امریکایی بود اصلا نمیدونست این چیزا رو، ما براش تعریف کردیم. دختر امریکایی بود معلمت. زنده باد جام شبانه. کبابا فقط مال خودتونه؟ بله استاد، چیزی نیست، فقط شیشه سیخ نوگردم دیگه به جایمون نمیرسه. این بقیه واسطادن اگر احیانا اضافی اومد بدم بهشون، که البته زهی خیال باطل. نوش جانتون. خیلی ممنون. بارون داره بیاد میخوایم بریم؟ آقای حالتون چطوره؟ مرسی خوش شما. میگذره بهتون؟ انشالله که همیشه موفق باشید. واقعا توی کار تلویزیون، توی کار برنامه ها مرسی خانم، خوش خیلی خیلی واقعا همه خوشحالن شما رو ببینم. قربونتون برم. قربان شما. خیلی هم ممنون. شما از ایشون از ایران هستید؟ من اینجا هستم، ایرانم هستم. من ایرانم، تازه اومدم. آقای دکتر نوابی. انشالله که همیشه ایرانی ها اینجا دوره هم خوش باشید. یادی از ما ایرانی هم که اونورین بکنیم. همیشه که ما یاد هموطنانمون هست قربون شما، لطف دارید. سلام ما رو بهشون برسونید. حتما. و بگید ما خیلی دلمون براتون تک تکتون تنگ شده. فقط دلتون برای ما تنگ شده ولی هیچ کدومتون ایران نمیاید. Very good. همه چیز خیلی خوبه، خدا رو شکر. بله. خیلی کار امسال از همه سالا شلوغ‌تر شده بود. کجاتون رو باقی رفتید؟ چتسپورت می‌رفتیم با ایرواین. کدومتون بیشتر می‌خواستید؟ اینجا رو. خیلی بارون میاد؟ خیلی بارون میاد؟ نه ما خیلی بارون نمی‌بینیم. شما که هم کلا دارین هم چرخ خانوم. بله ما آمدیم 16 به 10. ما آمدیم 16 به 10. خانوم بارونه انقدر بارونه خانوم انقدر چیز نیست، تون نیست. آقا یک اخبار خیلی مهمی شنیدیم. راسته یا دروغه؟ چیه خانوم بفهم. نه. دزدیر این چت خبرتون رو بفهمید. انشالله که راست باشه. به همون خوش بگذره بهتون. ای ایران ای مرز بردن، ای خانت سنگ چشمه بلند، دور از تو اندیشه ندارم، دشمن از تو زنگ خاله جان من فدای خاک پاک میانم. بخون بلند. مهر تو شد شم بلند، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. ایران! من خیلی خوشحالم که امروز اینجا حضور دارم و این سنت زیبا رو میبینم که به نحو احسن اجرا میکنن مردم. باور کنید دوستانی رو اینجا دیدم که 18 سال قبل ازشون خداحافظی کرده بودم و من دارم فکر میکنم که 13 به در قبل از اونی که یک سنت خودجوش بوده باشه یک سببیت داشته برای دیدارها، برای آشتیها، برای دوستیها، همبستگیها. واقعا من خیلی خوشحالم. سال اولمه که حضور دارم در جمع عزیز هم میهنانم. امیدوار هستم همیشه اینجور گرم و پرحرارت و پرخروش ببینم همه رو. متشکرم الله. راه که نمیدن که بریم تو، بذاریم لااقل شما رو ببینیم. آقای سپرمند خوش گذشت بهتون خانوم. خیلی الانم داریم چاقال بادوم میخوریم. همین پارک بودین شما یا پارک دیگه بودین؟ والا الان ما رسیدیم اینجا ولی اینجا پارک کردی که مردم رو تماشا کنی؟ بله ما دنبال شما میگشتیم. نه همچنین بیان در تلویزیون جام جم شرکت کنیم. خیلی ممنون. بها امیدوارم خوش بگذره بهتون. مرسی. سال خوبی داشته باشید. شما چاقال بادوم من خیلی دوست دارم چاقال بادوم. وای که عزیزم. مرسی. سال خوبی داشته باشید. مرسی. بابا نه. Have fun. 13 به 10.